در بیشتر مرکزهای دلخوشی خوجند شبانگاه پایکوبی و رقص و سرود ادامه داشته است. حالا که هنوز ماه اکتبر مقامات شهر خوجند فعالیت این مؤسسه‌های تفریحی را به خاطر رعایت نکردن قاعده‌های بهداشتی منع کرده بودند. در شهر خوجند 8 مرکز بزرگ دلخوشی وجود دارد که هواداران از خود شهر و دیگر مناطق جمهوری برای خوشگذرانی آنجا می‌آیند. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا به او رو می‌آورم. عبدالله سلام، چگونه ثابت شد که مرکزهای دلخوشی خوجند شبانگاه فعالیت دارند؟ سلام شهلا. از نوارهای کاربران رادیو آزادی. کاربران به عنوان رادیو آزادی چند پارچه نوار فرستادند که در آن دیده می شود اکثریت مرکزهای دلخوشی شهر خوجند فعالند و داخل آنها بدون رعایت قاعده‌های بهداشتی رقص و سرود ادامه دارد. این در حالی است که 23 اکتبر حکومت شهر خوجند با نشر اظهارات گفت مسئولین کلوب‌های شبانه قاعده‌های بهداشتی، دستور و توصیه‌های ستاد پیشگیری آید به پیشگیری بیماری کرونا ویروس را اجرا نکردند و فعالیت آنها بازداشته می شود. اما کندوکاوی ما و نوارهای کاربران ثابت کرد که از 8 مرکز بزرگ دلخوشی در شهر خوجند روزهای اخیر 6 تای آن فعالند. عبدالله، وقت فعالیت مرکزهای دلخوشی موقتا منع شده بود، پس چگونه آنها می توانند کار کنند؟ یعنی مقامات در این باره چیزی میگویند یا نه؟ شهلا، مقامات میگویند از فعال بودن این مرکزهای دلخوشی خبر ندارند و تا هنوز رسما برای دوباره فعال شدن آنها اجازت ندادند. هرچند مسئولان مرکز نظارت تندرستی و اپیدمیولوژی شهر خوجند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند میزان سرایت یابی به کرونا ویروس در شهر در قیاس به ماه‌های گذشته کم شده است و آنها امکان اجازت دوباره فعالیت مرکزهای دلخوشی را عین زمان بررسی دارند. ما موقتا بازداشت کرده بودیم. حاضر کارهای سنجشی رفته ایستاده است، لیکن علاقه حدودی شهر خوجند یک مقدار تعداد بیماران کم شدگی، برای همین ما حالی اویدی اجازه دادن سنجیده ایستادیم. حالا اجازه داده شده است یا حالی نه؟ نه حالی نشده است، لیکن ما دیده برآمده ایستادیم که چون بیماری در حقیقت سطح پست و حاضر قرار دارد. تاجیکستان تنها 30 اپریل اولین حالت سرایتیابی به کرونا ویروس را در کشور تصدیق کرد، اما به فرق از همسایه کشورهایش کرانتین سراسری جاری نکرد. در اوج سرایت بیماری ماه می تنها فعالیت بازارهای غیر خوراکواری، مسجدها و مرکزهای دلخوشی در کشور بازداشته شد. با کم شدن میزان بیماری همهگیری کووید 19 فعالیت بازارها و مرکزهای دلخوشی اجازه داده شد، ولی در این مسجدها هنوز بسته باقی میماند. تشکر عبدالله. در ضمن طبق امور رسمی مقامات از آخر ماه اپریل تا امروز بیش از 11100 نفر در تاجیکستان به بیماری کووید 19 گرفتار شده و از این بین 86 کس به هلاکت رسیده است. ولی امور غیر رسمی به مراتب بیشتر بودن شمار بیماران و تلفات انسان ها را تاکید میکند.